سلام دوستان، امروز میخوام راجع به یه مقوله بسیار مهم با شما صحبت کنم. دکتر عیسی‌زاده هستم، روانشناس کودک و نوجوان و دعوت میکنم که تا انتهای این محتوای آموزشی با ما همراه باشید. یه سوال مهم: نظم و ترتیب تو خونه شما چه جایگاهی داره؟ یعنی قوانین مربوط به مرتب بودن، منظم بودن چقدر تو خونه شما رعایت میشه؟ و این رعایت نظم و ترتیب تو خونه شما نسبت به خانواده های دیگه مثل خونه فامیلا، دوستا بهتره یا بدتره؟ یعنی تو خانواده شما اعضای خانواده چقدر پایبند هستن؟ و اگر پایبند نباشن، واکنش شما به عنوان کسی که مدیر خونه است و باید چک بکنه همه چیز رو، واکنش شما نسبت به عدم رعایت قوانین نظم و ترتیب چجوریه؟ نادیده میگیرید، پیگیری میکنید، تنبیه میکنید، تشویق میکنید؟ این سوالایی رو که پرسیدم جوابهاش رو به صورت یه پاراگراف بنویسید و پاراگرافتون رو مرتب کنید، جمله بندیاش رو مرتب بکنید. این میشه مثل یه دفترچه راهنما برای شما که نگاه شما رو به عنوان یک مادر به مقوله نظم و ترتیب نشون میده، به عنوان یک پدر نشون میده که شما چه نگاهی دارید به رعایت قوانینی که باعث نظم و ترتیب تو خونه شما میشه. این پاراگراف رو که آماده کردین، حالا یه فلش بک بزنید به زمانی که خودتون یه نوجوان بودین، 10-12 ساله بودین، حالا یکم کوچیک‌تر، یکم بزرگتر. ببینید این پاراگرافی که الان نوشتین راجع به خودتون زمانی که نوجوان بودید چقدر تطابق داره. یعنی چند درصد این پاراگراف با عملکرد اون زمان شما شباهت داره، چند درصد متفاوته. چرا اینو پرسیدم؟ به خاطر اینکه تحقیقات نشون داده نظم و ترتیب داشتن یه معیار و حد معین نداره و بسیار بسیار متأثر از فرهنگ ماست، متأثر از چارچوب‌های تربیتی ماست، تا اینکه بگیم یه تیپ شخصیتی خاصه. مثلا تو فرهنگ چشم بادومی ها نظم و ترتیب وسواسگونه خیلی رایجه. ما این رو توی سریال‌های کره‌ای و سریال‌های چینی خیلی دیدیم که چقدر مرتب خونه زندگیشون، چقدر بچه‌هاشون تو مدرسه نظم و ترتیب رو خوب رعایت میکنن. پس اگر پاراگرافی که شما راجع به نظم و ترتیب الانتون نوشتین خیلی مطابق با نوجوانیتون نداره، قطعاً این وسط یه ترجیحات فرهنگی بوده که در شما تغییرات رو به وجود آورده و لزوماً هم به این معنی نیست که مطابق تیپ شخصیتی شماست، چون قدرت این فرهنگ، قدرت این چارچوب‌های تربیتی که معمولاً از والدین به ما میرسه، از جامعه به ما میرسه، انقدر قدرتش بالاست که ترجیحات شخصیتی خودمون رو احتمالاً فراموش میکنیم. یعنی اون چیزی که تو دوره نوجوانی بودیم همون چیزی بود که احتمالاً ترجیح اصلی شخصیتی ماست، ویژگی اصلی شخصیتی ماست، ولی اگر الان خیلی متفاوته به خاطر اینکه این وسط ترجیحات فرهنگی قدرت و زور بیشتری داشته. گذشته از این موضوع مهم که تو دوره والدگری شخصیت مدار ما خیلی راجع بهش صحبت میکنیم، دلم میخواد یه چند تا از ترجیحات شخصیتی مادرها رو راجع به نظم و ترتیب بچه هاشون خدمتتون توضیح بدم. اصولا بین همه تیپ‌های شخصیتی مامانایی که کد جی دارن بیشتر از بقیه به قوانین پایبندن، هم خودشون هم سعی میکنن بچه هاشون رو قانونمند تربیت بکنن، چیزی که معمولا برای بقیه تیپ‌های شخصیتی همیشه مایه حسرته که چقدر خونه زندگی شما، بچه هاتون مرتبن، منظمن. اما توی همین کد جی ها که گفتیم خیلی قانونمندن، خودشون دو دسته میشن. یعنی اونایی که خیلی با خونسردی نسبت به قوانین عمل میکنن، یعنی با آرامش قوانین رو به بچه ها توضیح میدن،
علت این قوانین رو، علت منطقی قوانین رو توضیح میدن. اگه قوانین رعایت نشه اقتدارشون رو خیلی با آرامش نشون میدن، ولی در عین حال اجازه تخطی به بچه هاشون نمیدن. و یه دسته هم اونایی هن که بیشتر سعی میکنن روح همکاری رو توی خونه زنده نگه دارن. یعنی به جایی که بخوان توضیح منطقی راجع به علت این قوانین بدن، بیشتر سعی میکنن به بچه ها یادآوری کنن که ما نسبت به همدیگه مسئولیت داریم، ما نسبت به همدیگه باید همدلی داشته باشیم، ما نسبت به همدیگه باید همکاری داشته باشیم، وظایف خونه نباید تلمبار بشه سر یه نفر، و سعی میکنن از این طریق نظم و ترتیب رو توی خونه اجرا بکنن. ببینید این دو دسته که توضیح دادم به این معنا نیستش که یکیش نسبت به اون یکی ارجحیت داره یا امتیاز بیشتری داره، نه، اینا دو تا دستن با دو تا تیپ مختلف. ولی یه نکته خیلی مهمه و اون اینه طرف مقابل ما که الان بچه هامون هستن با کدوم تیپ شخصیتی دارن حرفای ما رو گوش میدن، موعظه های ما رو گوش میدن، و به اصطلاح روشی که ما برای توضیح دادن قوانین داریم به کار میبریم آیا مطابق با تیپ شخصیتی بچه هامون هست؟ و اینجاست که یه سری از مامان ها به چالش میخورن و یک سری از مامان ها نه، راحت میتونن بچه هاشون رو نسبت به اجرای قوانین نظم و ترتیب متقاعد بکنن. بنابراین خیلی مهمه که ما هم راجع به تیپ شخصیتی خودمون، ترجیحات شخصیتی خودمون راجع به نظم و ترتیب اطلاعات داشته باشیم به عنوان مادر یا پدر، و هم راجع به تیپ شخصیتی فرزندانمون آگاه باشیم تا کمترین چالش رو توی زندگی ببینیم. اگر علاقه‌مند هستین که تو دوره‌های والدگری شخصیت مدار شرکت کنید، با ما از طریق پیام رسان‌ها در ارتباط باشید.